اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى فرمودن خدای رخ زیباش با اسما مخصوصا ما که امام زمان علیه السلام رو داریم خیلی باید دلتنگش باشیم. رخ زیبای پروردگار تا در این عالم که قرار گرفتیم آقا امام زمان علیه السلام هست. اینو ببینید که فرزند زهرا سلام علیها از ما غافل نیست. همین انسان کافیه. اینو درک بکنیم این مثل فوق چیزهای مغناطیسی آهنربا انسان رو میکشه. جذبه چه فوق جذباتی که انسان این رو شنیده و تجربه کرده است. اصلا چیز دیگه ای هست. فقط متوجه این معنا بشه انسان دیگه عشق ورزی شروع میشه، دیگه آواره میشه. یه وقت اون عزیزمون فرمودن نکنه بار آقا باشی. خب اومدیم یه باری ازش برداریم، یه وقت خود من بار بشیم برای آقا. اینجوری نباشیم. دیگه چجوری آقا رخ برداره؟ به قول اون بزرگوار فرمود بدون اذن او اصلا انسان میتونه مگه بگی یا امام زمان؟ همه ما اظهار سربازیشو میکنیم، بدون اذن او چه نمیشه. اون دیگه چجوری رخ بنماید؟ چجوری بگه که من خیلی دوست دارم، از همه اینا انتخابت کردم، متوجه خودم کردم تا مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت. من امام زمان بهت نظر کردم تو هم به من لبیک گفتی و اومدی. حالا چه اومدی مردانه، چه دل دادی به دلبندی، نکوده. همت کن دیگه، این شیرینی رو خرابش نکن، مردانه ایستادگی کن. تماهای خودت، فکرهای شیطان چه میاد اینا رو چیز میکنه خرابش نکن، اعتنا نکن به اونا. همینقدر افتخارت این باشه آقا امام زمان علیه السلام منسوب به او شده ای به هر شکل. یعنی همین که انتصاب دید سرباز آقا هستی. من سرباز معنی این طلبی ها نه، هر کسی که اظهار ارادت میکنه به آقا امام زمان علیه السلام. خودشم فرمون تک تک شما رو میشناسیم، تک تک دعاتون میکنم. خیلی حرفه. اون روز عرض کردم من بنده میخوام دعا کنم رفقا رو، دیگه از دستم خارج شده. شاید هزاران نفر، چجوری میتونم یک به یک جمعی دعاتون میکنم؟ ولی امام صادق اصلا فرمودن این آقا یک تک تک دعاتون میکنه، تک تک شما رو میشناسه، اصلا میشناسه و دعا میکنه. خیلی حرفه. افتخارم این باشه آقا ما رو میشناسه، اسم ما رو میدونه، بهم دعا میکنه. خیلی خراب کردیم آقا. جکای حقیقی تو دعا میگم خدایا ما عشق و مهر تو رو میخوایم، چیزی غیر این چیزی نمیخوام. رضایت امام زمان تو رو میخوام. چه میشود به رفاقمون به خود بنده حقیر عنایت بکنی؟ مگه غیر این میخوایم ما؟